مادر بزرگ من خواننده بوده. پدر و مادرم به خاطر خیانت پدرم از هم جدا شده و اون موقع من فقط 9 سالم بود. درسته که پدرم خیانت کرد، اما باعث شدش که به سبک جاز علاقه پیدا کنم. اون همیشه تو خونه آهنگای فرانک سیناترا رو پخش میکرد و منم باهاش میخوندم و اجازه ندادم که جدایی مادر و پدرم باعث شه که موسیقی رو دنبال نکنم و توی 9 سالگی توی تئاتر موزیکال مدرسه‌مون بازی کردم. اما به خاطر حلقه بینیم از مدرسه اخراج شدم. وقتی 16 سالم بود با یه سری از بندای موسیقی کار کردم. آروم آروم شروع به آلبوم دادن کردم و یکی از آلبومام نامزد 6 جایزه گرمی و برنده 5 تا جایزه گرمی شد. حتی رکورد گینس زدم. درسته من به الکل اعتیاد داشتم، اما باز اکثر مشکلاتم به خاطر پارتنرم بود. راستی من امی واین هاوسم. احتمال زیاد فردا پارت 2 رو بذارم، ولی اگر دیدی پستش کردم بزن ویدیوی بعدی و بقیه شو ببین.